محمد رسول الله. وقتی که اجازه جنگ داده شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آموختن تمام راهها از مدینه تا مکه و از مکه به سوی شام که راه تجارت آنها بود شروع کرد به فرستادن سریه ها. پی هم آنها را می فرستاد. در سال اول هجرت اولین سریه را با سرداری حمزه ابن عبدالمطلب شیر خدا و پیامبرش به سوی قافله که سردارش ابو جهل بود فرستاد، لیکن بین آنها جنگ صورت نگرفت. اینچنین در همان ماه سریه را با سرداری عبیده ابن حارث فرستاد و در ماه رجب در آخرهای این ماه یک سریه را به سوی منطقه با نام نخله فرستاد که سردار آن سریه عبیدالله ابن جحش بود. وقتا که سریه را فرستاد و آن در آخر ماه رجب بود، صحابگان میان خود اختلاف کردند آیا با آنها بجنگیم یا اینکه نه، زیرا این آخرین روز از ماه رجب است و رجب یکی از ماههای حرام است. جنگ در این ماه جایز نیست. بعضی از آنها گفتند شاید ماه تمام شده باشد و ماه دیگری در آمده است. بعضی دیگر گفتند شاید این ماه 30 روزی پره باشد. بینشان اختلاف صورت گرفت. گفتند اگر آنها را گذاریم از ما فرار میکنند و به حرم میدرآیند و اگر با آنها بجنگیم خوب میشود. در آخر به خلاصه آمدند که با آنها میجنگند و همین طور هم شد. جنگ صورت گرفت. یکی از مشرکان کشته شد و 2 تن دیگر به اسارت افتاد. مشرکان این خبر را شنیدند و در جزیره عرب آوازه را پهن کردند که محمد ماههای حرام را رعایت نمی کند و او این ماهها را مقدس نمی داند و جنگ در این ماهها را حرام نمی داند. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. آره، ما اقرار می شویم که در این ماههای حرام نمی جنگیم، لیکن آن کاری که شما کرده اید حلال است. پیش راه دعوت به سوی خدا را گرفتید، مردم را از خانه های خود دور انداختید و آنها را از طواف آن محروم ساختید. آیا این حلال است؟ اگر جنگ حرام باشد پس کافر شدن به خدا چه حکم دارد و مردم را در کفر نگاه داشتن چه حکم دارد؟ آیا این چیزها بزرگتر از جنگی در این ماه نیست؟ والفتنة اکبر من القتل، یعنی فتنه مردم در دین بزرگتر از کشته شدن آنهاست. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم آن 2 اسیر را برگرداند و برای آن کشته شده دیه سپارید. همین طور فرستادن سریه ها را شروع کرد. سریه پی هم می فرستاد. خداوند این آیه را نازل کرد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آیت‌ها درباره جنگیدن کم کم نازل می شد، اما منافقانی که در میان صفها بودند، آنهایی که در اول کار دعوای ایمان داشتند، گمان نمی کردند که در آینده باید بجنگند، خون خود را فدا کنند، باید در این راه شمشیر بگیرند. آنها این گونه گمان نمی کردند. گمان کردند که اسلام تنها نماز، روزه و بعضی از عبادت‌های ظاهری است. از این سبب اسلام را به ظاهر قبول کرده بودند، لیکن وقتی که اجازه جنگ داده شد، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقتا که آیت‌ها درباره جنگ را شنیدند، گویا که مرگ به آنها نازل شده باشد. همین طور فرستادن سریه ها شروع شد و این به گوش تمام عرب رسید و مردم دانستند که یک قوه نوی در جزیره عرب پیدا شده است. قبله پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب او چند مدتی به سوی بیت المقدس بود. با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان رو می آورد و امید داشت که قبله به سوی خانه خدا تغییر داده می شود. خانه‌ای که پدرش ابراهیم علیه السلام چندین سالها پیش ساخته بود، لیکن اجازه خداوند تا حال نرسیده بود. ماه شعبان آمد. سال 2 هجری بود. خداوند این آیه را نازل کرد:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پیامبر صلی الله علیه وسلم از این شاد شدند، از عوض شدن قبله از بیت المقدس به سوی کعبه، کعبه ای که خداوند برایش منزلت داده است. حتی که صحابگان وقتا که نماز می‌خواندند منادی به آنها ندا کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ما را امر کرده است تا قبله را از بیت المقدس به سوی کعبه تغییر دهیم. اینجا صحابگان به یگان دودیلگی و در حالت نماز قبله اشان را عوض کردند. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بعضی از منافقان و یهودیان این را همچون فرصت دانسته شک را در میان مسلمانان انداختند. می گفتند این چی کار است؟ چند سال به سوی بیت المقدس می خواندند، سپس قبله را به سوی کعبه تغییر دادند. این بازی در دین است. اگر قبله اولی حق باشد این دومی باطل است، اگر دومی حق باشد پس تا امروز آنها در باطل بودند. همین طور بین مردم شک را می انداختند. خداوند آنها را نادان نام گذاشت. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. و جواب بر آنها این بود که قبله اولی برای خدا بود و دومی نیز برای خداوند است. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این تغییریابی قبله یک امتحان و یک فتنه برای اهل ایمان بود تا خداوند به پیامبرش بیاموزد که کی پیروی حقیقی است و کی به گذشته خود باز می‌گردد. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. بعضی از صحابه ها به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده گفتند ای پیامبری خدا، برادران ما که به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند پیش از اینکه قبله عوض شود آنها وفات کردند، حال آنها چی می شود؟ نماز خوانده آنها چی حکم دارد؟ خداوند نماز آنها را ایمان نام برد و به آنها خبر داد که نماز آنها باطل نیست، اگرچه به سوی قبله اولی باشد یا به سوی قبله دوم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. این یک فتره از فتره هایی بود که حکم در آن واجب شد در ماه شعبان سال دوم هجری و آن حکم این بود که تغییر دادن قبله از بیت المقدس به سوی کعبه شریف المشرفه. پیامبر صلی الله علیه وسلم دانست که کاروانی تجاری از مکه به سوی شام برآمده است و دانست که آنها باز به همان راه برمیگردند. کاروانی بزرگی بود، در آن 1000 اشتر بود، پر از مال و ملک آنها. سردار آن کاروان ابو سفیان ابن حرب بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را از این خبر آگاه کرده به آنها گفت به سوی این کاروان برآیید، زیرا در آن مالهای قریش است که از شما غصب کردند. شاید خداوند به شما آن مالها را نصیب کند. قریشی ها مالهای شما را غصب کردند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم با اسلحه های سبک برآمدند. آنها گمان نمی کردند که جنگی در آن صورت بگیرد، زیرا آن یک کاروان تجاری بود. از صحابگان 300 و چند نفر برآمد. آنها با خود 2 اسب سوار داشتند، یکی زبیر ابن عوام و دیگری مقداد ابن اسود. بسیاری از آنها نرفتند زیرا این تصمیم جنگ نبود. لشکر از مدینه خارج شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم پرچم را به مصعب ابن عمیر داد و آنها را به 2 گروه تقسیم کرد، به مهاجرین و انصاری ها. سردار مهاجران علی ابن ابو طالب بود و از انصاری ها باشد سعد ابن معاذ. این خبر به کی رسید؟ به ابو سفیان. یکی را زود به سوی مکه فرستاد، آنها را خبردار کرد که مالشان در خطر است. پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش این چیز را انتظار نبودند.
آن فرستاده ابو سفیان که نامش زمزم غفاری بود شتابان به مکه رسید و لباسهای خود را دراند و میان مردم فریاد زد: ای جماعه قریش، ای جماعه قریش! مردم جمع شدند. چی خبر باشد؟ گفت: مالهایتان که در دست ابو سفیان است، محمد و اصحابش به آن هجوم کردنی است. آماده باشید، آماده باشید. هر یکی آنها برای جنگ آماده شدند. گفتند: آیا محمد گمان میکند که کاروان ما مثل کاروان حضرمی است؟ آیا گمان میکند که ما به همین سادگی مالهایمان را تسلیم او میکنیم؟ به خدا سوگند که محمد و یارانش نمیدانند که با کی درگیر شدند. اهل مکه همگی آماده شدند. 1300 نفر جنگجو را آماده کردند. همه اشرافان قریش برآمدند. تنها کی نبرآمد؟ ابولهب عذر را پیش آورد و به جای خود مرد را روان کرد. امیه ابن خلف نیز نبرآمد. رفیق او عقبه ابن ابو محیط به نزدش آمده گفت: ای امیه، خود را خوشبویی بزن و زینت بده، زیرا تو مثل زنها هستی. گفت: چرا چنین میگویی؟ گفت: تنها زنها از جنگ فرار میکنند. امیه گفت: خداوند خارت کند، و از جایش خیست و خود را برای جنگ آماده کرد. از سرداران و اشرافان قریش همگی آماده شدند. ابلیس به صورت سراقه ابن مالک به نزد آنها آمد. گفت: ای مردم، پیروزی امروز از شماست و من همسایه شما از بنی کنانه ام. به جنگ محمد و اصحابش بروید، زیرا امروز پیروزی از شماست. آنها را تشویق میکرد. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. مردم همه شجاع شدند، آماده شدند. ابو سفیان باشد در حال بازگشت بود. چند نفر را برای جاسوسی فرستاد و نتیجه چنین شد که او دانست که راه اساسی را محمد و یارانش بند کردند. او چیکار کرد؟ راه دیگری را پیش گرفت، راه نزد ساحلی را، تا کاروان را نجات دهد. آن کاروان 100 اشتری را تنها 40 نفر پاسبانی می‌کردند. آنها قدرتی در مقابل محمد و اصحابش ایستادن را نداشتند. آن کاروان نجات یافت و ابو سفیان یکی را به سوی مکه روان کرد تا خبر دهد که کاروان نجات یافته است و محمد به ما نرسید. خبر به کی رسید؟ به کافران قریش. آنها 1300 جنگجو آماده کرده بودند. وقتی که خبر به قریش رسید، آنها خواستند برگردند. ابلیس آنها را وسوسه کرد. آنها را باز تشویق میکرد: به پیش بروید، امروز پیروزی از شماست. این یک فرصت است برای شما. ابو جهل اینجا گفت: به خدا سوگند که باز نمیگردیم، بلکه به سوی بدر میرویم و آنجا 3 روز میمانیم. شترها را میکشیم، طعام میدهیم و شراب نوشی میکنیم تا اینکه عرب این را بشنوند. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. همین طور قریش به راه برآمد. اینجا اخنس ابن شریق که از قسم خورده های بنی زهره بود از این لشکر جدا شد و 300 مرد با همراهی او برگشتند و 1000 نفری آنها باقی ماندند و آنها راه بدر را پیش گرفتند. لشکری مسلمانان حرکت کردند برای رسیدن به کاروان ابو سفیان، لیکن ابو سفیان آگاه شد و کاروان را نجات داد. اکنون اینجا باید با لشکری ابو جهل برای جنگ روبرو شوند. لشکری مسلمانان به این جنگ آماده نبودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را جمع کرد، اهل رأی را. گفت: ای قوم، به من مصلحت دهید چیکار کنم؟ چیکار میکنیم؟ اگر به مدینه بازگردیم به ما هجوم میکنند. اگر با آنها روبرو شویم به این چیز هم آماده نیستیم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ای قوم، به من مصلحت دهید چیکار کنیم؟ ابوبکر خیست و سخنهای خوب گفت. پیامبر او را احسن خواند.
سپس عمر رضی الله عنه خیست، سخنهای خوب گفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او ثنا گفت. سپس مقداد ابن عمرو خیست، سخنها گفت. ای رسول خدا، ما به تو سخن قوم موسی را که به موسی گفتند نمیگوییم برو تو با خدایت با آنها بجنگ و ما اینجا می نشینیم، بلکه میگوییم برو تو با خدایت بجنگ و ما نیز همراهت می جنگیم، و اگر تو ما را به سوی برکلغیمات هم ببری می رویم و با دشمنانت می جنگیم ای رسول خدا. پیامبر صلی الله علیه وسلم از این خوشحال شد، لیکن باز گفت مرا مشورت دهید ای قوم. منظورش کی بود؟ منظورش انصاری ها بود. فکر انصاری ها را می خواست بداند. انصاری ها تنها در حدود مدینه با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کرده بودند. با او در بیرون از مدینه بیعت نکرده بودند. به من مشورت دهید ای قوم. و اینجا سعد ابن معاذ در کرد. گفت مثل که فکر ما را دانستن می خواهی ای رسول خدا؟ گفت آره، فکر شما را می خواهم بدانم. گفت ای رسول خدا، به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم و به تو بیعت کرده ایم. به چی بیعت کردیم؟ برای جنگ، برای ایمان، برای اطاعت از فرموده هایت. قسم به خداوند اگر تصمیم بگیری که از این بحر عبور کنی، هر آینه ما همگی با تو به این بحر می رویم. سعد ابن معاذ از نام خود و از نام تمام انصاری ها سخن می گفت. به خدا سوگند که هیچ یکی از ما با تو مخالف نیستیم و ما بعد می بینیم که این جنگ را به پگاه بگذاریم و ما در جنگ آماده ایم. شاید خداوند برایت از ما خیری را برساند. پیامبر صلی الله علیه وسلم خوشحال شده گفت شاد باشید و بشارت دهید و خداوند برای من یکی از این طایفه را وعده داده است. به خدا سوگند که من باشیشگاه این قوم را می بینم. به خدا سوگند که من باشیشگاه این قوم را می بینم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. و همین طور لشکری مسلمانان به راه برآمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با لشکری مسلمانان به سوی بدر حرکت کرد و در نزدیکی های بدر قرار گرفت. در آنجا اردوگاه خود را قرار داد و سپس با دوستش ابوبکر رفت تا منطقه را بیاموزد. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک پیرمردی را از عرب واخورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزدش رفت و از او چند سؤال را پرسید. گفت ای مرد، ما را از قریش و لشکریانش خبر بده و درباره محمد و اصحابش به ما خبر بده. آن مرد گفت شما کیستید؟ گفت ما جواب نمیدهیم تا اینکه به ما خبر بدهی. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره خود و اصحابش از او پرسید تا او آگاه نشود، زیرا جنگ این خود حیله است. این مرد گفت شما کی هستید؟ گفتند تا به ما جواب ندهی ما نمیگوییم که کی هستیم. گفت تا من نگویم شما نمیگویید؟ گفتند آره. آن مردی عربی گفت. مردی دانایی بود، تمام راههای منطقه را میدانست. گفت میدانم که قریش در فلان روز برآمده است و اگر این خبری شنیده من راست باشد آنها باید در فلان مکان باشند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را از مکان آنها خبر داد. سپس آن مرد عربی از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید. گفت شما کی هستید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ما از آب هستیم. ما از آب هستیم. سپس آنجا را ترک کرد. آن مرد از خود می پرسید این کدام آب باشد؟ آب عراق یا؟ اما مقصد پیامبر صلی الله علیه وسلم آن آبی بود که انسان از آن آفریده شده است. هر انسانی از آب می آید. این را گفت تا آن شخص نفهمد که آنها کی هستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی لشکریانش به اردوگاه بازگشت. وقتا که بیگاه شد 3 نفر را برای آوردن خبر فرستاد. علی ابن ابو طالب، زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص. پیامبر صلی الله علیه وسلم این 3 نفر را برای آوردن خبر و آموختن این مکان روان کرد.
آنها به چاه در منطقه بدر رسیدند. آنجا دو غلام را دیدند که از آن چاه آب می گرفتند. آنها را داشتند و پرسیدند شما کیستید؟ گفتند ما برای اهل قریش آب می بریم. آن دو را به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آوردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز می خواندند. اصحاب آنها را پرسیدند برای کی آب می برید؟ گفتند برای قریش. آنها را زدند، لیکن همانا می گفتند ما برای قریش آب می بریم. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستند از آنها بشنوند که برای ابو سفیان آب میبرند. آنها را می‌زدند تا اینکه این دو غلام گفتند ما برای ابو سفیان آب میبریم. اصحاب آنها را رها کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازش را خواند گفت وقتا به شما سخنی راست گفتند آنها را زدید، وقتا که به شما دروغ گفتند آنها را رها کردید. آنها مال قریشند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد آن دو غلام آمده از آنها پرسید قریش در کجایند؟ گفتند آنها در پشت این کوهند، در منطقه عدوة القصوی. پرسید چند نفرند؟ گفتند بسیارند. گفت عددشان چند است؟ گفتند نمیدانیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت در یک روز چند اشتر را ذبح میکنند؟ گفت روز 9 تا و روز دیگر 10 تا. پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت آنها بین 900 و 1000 نفرند. سپس از آنها پرسید از اشراف آنها کیهایند؟ گفت عتبه و شیبه ابن ربیعه، ابوالبختری، امیه ابن خلف، حکم ابن حزام و فلان و فلان و فلان. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت اهل مکه جگرگوشه هایش را با خود آورده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش در منطقه بدر رسید و در نزد یکی از چاه‌ها اردو زدند. اینجا حباب ابن منذر گفت ای پیامبری خدا، آیا خداوند تو را به ایستادن در این مکان امر کرده است یا اینکه از فکر خود شما و تجربه جنگی شماست؟ گفت بله این فکر خودی من است. گفت این طور باشد این جای خوبی برای ایستادن نیست ای رسول خدا. باید در نزدیکی یکی از چاه‌ها اردو بزنیم و چاه‌های دیگر را خراب سازیم. سپس حوضه میکنیم و آن را پر از آب میکنیم و هنگام جنگ از آن استفاده میکنیم و دشمن به آب میماند. پیامبر صلی الله علیه وسلم تبسم کرده گفت بهترین فکری تو است و پیامبر صلی الله علیه وسلم از فکر او استفاده کرد، زیرا امرهم شورا بینهم. سپس سعد ابن معاذ به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت ای پیامبری خدا، برایت یک حجره بنا کنیم تا آنجا بنشینی و برای جنگ نقشه بکشی و از آنجا جنگ را اداره کنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم این فکر را نیز پذیرفت و برایش این مکان را ساختند. پدر و مادرم فدایش. سپس جماعه از جوانان انصار آمده در گرد را اطراف آن ایستادند تا از پیامبر صلی الله علیه و سلم محافظت کنند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکر را به نظام درآورد و هر یکی از آنها را وظیفه دار کرد، کی در طرف چپ می جنگد، کی در طرف راست، کی از پیش و کی از قفا می جنگد. وقتی که این را انجام داد سپس شروع کرد برای برداشتن روحیه سربازان. در میدان میگشت و میگفت این جای مردنی فلانی است، این جای مردنی فلانی است. یک بیان میکرد و روحیه سربازانش را بالا میبرداشت. و در روبروی آنها کافران قریش در نزدیکی آنها اردو زده بودند در بدر و کوشش میکردند تا به اینجا نزدیک شوند و آب بنوشند. نمیتوانستند. هرگاه که کسی از آنها نزدیک میشد کشته میشد. لشکریان مکه در ترس بودند با وجودی که عددشان زیاد بود و برای جنگ آماده شده بودند. مردی را با نام امیر ابن وهب فرستادند تا درباره لشکر مسلمانان خبر بیارد. او بازگشت. گفتند چی دیدی؟ گفت آنها 300 نفرند، یا کم یا زیاد، یعنی بین این عدد. سپس گفت ای جماعه قریش، من اهل یثرب را دیدم که با خود بلاها را آوردند، یعنی مرگ را آوردند. به خدا سوگند که هر یکی از آنها تا کسی از شما را نکشد نمی میرد. به این حال نگرید. در میان صفهای آنها ترس و خوف جا شد. حکیم ابن حزام از لشکریان خواست تا برگردند. روحیه آنها به زمین افتاده بود، روحیه نداشتند. اینجا حکیم به نزد عتبه رفته گفت ای عتبه، مردم را بگو تا بازگردند. عتبه میان قوم سخن کرده گفت
برای چی با این مردم می جنگید؟ اگر شما یکی از آنها را بکشید، پس چگونه بر روی همدیگر نگاه میکنید که فرزندی عمکی خود را کشتید، فرزندی تقای خود را کشتید؟ چرا با او می جنگید؟ محمد را به عرب واگذارید. ابو جهل این سخنان را شنید و در غضب شد و درباره عتبه گفت: او وقتا محمد را دید سحرش به او تأثیر کرده است. سپس او که یگانه شخصی خواستار جنگ بود، به سبب بدبینی و کینه‌ای که نسبت پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت، به نزد عامر که برادرش پیش از این کشته شده بود رفت. گفت: آیا با چشمان خود دیدی که آنها چی دارند میکنند؟ عتبه میخواست روحیه لشکر را ضعیف کند. اینجا عامر از جا خیست و گفت: وا عمرا، وا عمرا، فریاد میزد و مرگ برادرش را به یاد آنها می آورد. قوه آنها دوم باره برقرار شد و برای جنگ آماده شدند. شب فرا رسید. کدام شب؟ شب 17 ماه رمضان، شب جمعه، سال 2 هجری بود. اردوگاه مسلمانان در یک سو، اردوگاه کافران در روبروی آنها. پیامبر صلی الله علیه وسلم شبی دراز نماز می‌خواندند. خداوند برای مسلمانان خواب را آورد تا آنها آرام بگیرند. سپس باران بارید که این باران رحمتی برای مؤمنان و عذاب برای کافران شد. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. این شبی بود که در صبح آن بزرگترین جنگ در تاریخ این امت صورت گرفت. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء